جاده 59 معروف به جاده چالوس. این جاده یکی از مهمترین جاده ها برای مردم ایران. این جاده از میان شهر کرج در استان البرز شروع و به شهر چالوس در کرانه دریای مازندران وصل میشه. بسیاری این جاده رو یکی از زیباترین راههای جهان میدونن. تا اواخر دوره قاجار جاده‌ای بین این دو شهر وجود نداشت. یک مسیر خاکی و مالرو راه دسترسی به روستاهای این منطقه بود. جاده چالوس رشته کوههای البرز رو دور میزن. برای ساخت این جاده تونل‌ها و پل‌های طولانی زیادی ساخته شد که ساخت اونها در دوره رضاشاه پهلوی و با امکانات آن زمان کار و زحمت زیادی داشته. رضاشاه معتقد بود که مازندران روزنه اقتصاد رو به سوی تهران باز میکنه. به اعتقاد او اگر البرز شکافته میشد هم مازندران از فقر و بیسامانی نجات پیدا میکرد و هم تهران سراسر نعمت میشد. او در کتاب سفر به مازندران سفر خود به شمال رو توصیف میکنه و مینویسه: گاهی که برای سبک ساختن اتومبیل خود و تسهیل عبور آن از یک نهر پیاده میشوم و به منظره رقتبار سایر اتومبیل‌ها و همراهان خود نگاه میکنم، بی اختیار این فکر از مد نظرم میگذرد که آیا روزی خواهد رسید که در این راه پرخطر و خفت‌آور مردم ایران در عوض ساعتی نیم فرسخ ساعتی 78 کیلومتر و روی جاده شوسه حقیقی با اتومبیل‌های مجلل خود طی طریق نمایند؟ بدین ترتیب بود که جاده چالوس با وجود کمبود بودجه و با ابتدایی ترین ابزار مثل بیل و کلنگ و در دشوارترین شرایط با همت کارگران ایرانی ساخته و در سال 1312 بهره برداری شد. دو سال بعد در سال 1314 حفاری و احداث تونل کندوان آغاز شد. گفته میشه چون کندن تونل اون هم بدون تجهیزات کار بسیار سخت و دشواری بود، کارگران رو برای کندن این تونل در دل کوه با یک سکه 5 ریالی که در اون زمان ارزشمند بود تشویق میکردند. تونل کندوان که آن زمان طولانی ترین تونل طبیعی در دنیا بود، در اردیبهشت ماه سال 1317 توسط رضاشاه افتتاح شد. پیش بینی میشد که این کار حدود 10 تا 12 سال طول بکشه، اما در عرض 3 سال تموم شد. با احداث این تونل 13 کیلومتر از مسیر مرکز کرج به چالوس کم شد، چون پیش از احداث این تونل باید کوه دور زده میشد و راه بین کرج و چالوس 5 ماه از سال غیر قابل تردد بود. به تدریج عبور مردم از این جاده برای رسیدن به شمال از تهران یا رسیدن به تهران از شمال افزایش یافت. از آن زمان مکان‌های تفریحی، هتل و رستوران‌های زیادی به تدریج در سواحل شمال ایران ساخته شد و به جاذبه‌ها و زیبایی‌های آن اضافه کرد. اواخر دهه 30 به دلیل افزایش روزافزون جمعیت و احداث کارخانه‌ها و صنایع جدید در تهران، میزان تولید نیروی برق کشور پاسخگوی نیازها نبود و به همین خاطر طرح احداث سد بر روی رودخانه کرج ریخته شد و در سال 1336 عملیات احداث اون آغاز شد. سد کرج در 3 آبان ماه 1340 به بهره برداری رسید. این سد در مقیاس جهانی یکی از بزرگترین سدها محسوب میشه.
سد کرج نه تنها نیاز برقی مردم تهران را برآورد می‌کرد، بلکه به سرعت محل تفریح و گذران اوقات فراغت مردم کرج، تهران و مناطق اطراف آن هم شد و فعالیت‌های ورزشی، تفریحی مثل قایقرانی، ماهیگیری، اسکی روی آب، شنا و پرواز با کایت آنجا انجام می‌شد. امروز سالانه بیش از حدود 13 میلیون جهانگرد و گردشگر داخلی از کنار سد کرج و از تونل کندوان و جاده چالوس عبور می‌کنند. جاده‌ای که برای بسیاری از ماها تداعی کننده خاطرات بسیار خوبه.